به محل حادثه اومدیم. اینجا هم که رد پای همون موجود عجیب الخلقه است که دارن توضیح میدن. این نوشابه مرز خاک کردن به خاطر هوا گرم بود که یخش. آقا اینا همینجوری مار که دیدن عمدن و دست گذاشتن این نوشابه رو وسط وا کردن. یه بار دیگه بگو چی دیدید؟ همین داشتیم فیلم می‌گرفتیم مصاحبه می‌کردیم. شما دیدید یه چیزی؟ همراهان عزیز خاف نیوز خدمت شما سلام عرض می‌کنیم. داریم به سمت روستای علی آباد میریم. صحبت‌های عجیب و شایعات عجیبی از این روستا به گوش میرسه که 17 دانش آموز در 2 تا گروه موجودات عجیبی رو می‌بینن، کوتوله‌های انسان نما. به این روستا خواهیم رفت و با اهالی روستا و دانش آموزان صحبت خواهیم کرد. به روستای علی آباد رسیدیم. به هر حال این داستان کوتوله‌هایی که غیب می‌شدن و با ضربه زدن بزرگ می‌شدن و ماشین 40 سانتی داشتن، کل این منطقه شایعش پخش شده. با اهالی روستا صحبت خواهیم کرد. لطفاً خودتون رو معرفی کنید اول. بسم الله الرحمن الرحیم. جمال الدین ملکی، عضو شورای اسلامی روستای علی آباد باشم که در محیط کار بودم که به بنده گزارش دادن که یه جور موجودی پیدا شده در روستا. بلافاصله با نیروی انتظامی تماس گرفتم و نیروی انتظامی ظرف مدت 15 دقیقه به صحنه حاضر شد و تمام منطقه رو گشتنی کردیم، ولی ما چیزی مشاهده نکردیم. با اینا صحبت کردیم. بله گفتم ما مشاهده کردیم. انسان‌های کوچیکی بودن، 2 تا، یه زن یک مردی بود. اینا آمدن کنار ما که کباب مصرف کنن. بعد با اینا درگیر شد. یکی از بچه‌ها به نام آقای سلمانی درگیر شد با این شی. بعد دیگه اینا میگه فرار کردن، رفتن به سمت ماشین. اینا یه ماشین شاسی کوچیک در حد 40 سانت میگه اینا داشتن. بعد به سمت ماشینی که رفتن اینا میگه دیگه اینا رو دنبال کنن بچه‌ها رو. و مردم روستا غیر از اون 17 دانش آموز کسی دیگه رو ندید، درسته؟ فقط غیر دانش آموزای چند دانش آموز کسی دیگه اینا رو ندیده. پارسال همچین صحنه رخ داد. یک دانش آموز، یک آقای الان جوان هم هست، گفت که ما انسانای کوتوله در اونجا دیدیم ولی ما حرفشو باور نکردیم. پارسال بود. پارسال یه صحنه بود ولی ما باور نکردیم حرفو رو. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید لطفاً. محمدرضا نادی، روستای علی آباد، پایین خاف. خب شما چجوری ماجرا تعریف می‌کنید برای ما؟ چی دیدین شما؟ ماجرا این بود که بچه‌ها اومدن دنبال ما، دیدم وحشت‌زده هستن. گفتن جریان چی است؟ میگم ما توی جنگل همچین طوله‌های برنامه دیدیم. خب شما چیکار کردیم؟ ما رفتیم سر صحنه ولی خود ما چیزی رو ندیدیم. بچه‌ها لکنت زبون گرفته بودن؟ بله بچه‌ها وحشت‌زده بودن، لکنت زبون داشتن. یعنی همشون وحشت‌زده بودن همه کار؟ اونای چند تایی که ما دیدیم بله. بعد چند تا از اهالی روستا رفتن در محل حادثه؟ 15 نفر بودیم با موتور. و یه صحنه بچه‌ها تعریف می‌کنن که خودشون می‌دیدن و شماها نمی‌دیدن. چه صحنه بود؟ بله اونا هم گفتن این کنار تاق واسطه است ولی میگه اونا می‌دیدن ولی ما همچین چیزی ندیدیم. یعنی چند نفر گفتن ما می‌بینیم مثلا؟ 2 نفر با ما بودن. هر تاشون می‌دیدن؟ بله. ما رد پای چیزی دیدیم؟ بله همون لحظه‌ای که ما رفتیم سر صحنه رد پایی که بچه‌ها نشون می‌دادن مثل سم بود، همچین حالت دیدیم. بله. مثلا چه اندازه چقدر بود؟ مثل اسب، همچین حالت سمای اسب کوچکتر. خب مثلا ادامه دار بود یا یه جا فقط؟ بله نه خیر ادامه دار بود. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد کاظمیان، روحانی مستقر روستای علی آباد، پایین خاف. آقا این داستان بچه‌ها رو شما شنیدین؟ بحث حضور جن بله از نظر قرآن مورد تایید قرآن هست، مورد تایید روایات هم هست که چیزایی هست ولی دیدنش مشکله. برای هر تو کسی اتفاق نمیفته که جن رو خواستش ببینه و رؤیت بکنه. با بچه‌ها صحبت کردین؟ شما صحبتاشون رو گوش کردین؟ بچه‌ها صحبتای داره که ما چیزایی دیدیم، حالا مورد تایید یا رد یا تایید ما خیلی چیزی نداره ولی خب صحبتایی هست بین روستا. جنا خودشونو به تو معرفی کردن، اسمشون رو گفتم به شما. چی بود اسمشون؟ یک آقا رحیم بود، پیرمرده، پیرزن آقا امی فاطمه. از کجا فهمیدی اسمشون رحیم و فاطمه؟ خود اینا ما رو گفتن. غذا می‌خواستن یک کبودیم آقا خود اینا ما رو گفتن. حرف گم زدن ما رو گفتن. خب لهجهشون چجوری بود؟ مثل خودتون صحبت می‌کردن یا مثل خود ما صحبت؟ مثلا با لهجه علی آبادی صحبت می‌کردن؟ بله لهجه خود سلمانی. خب بعدی امی محمد تاران، امی رضا پردهان، محمد مهدی تاجیک، مرتضی زنگانه، حبیب الله رمضانی. همه تو دیدین این چیزا؟ همه بله. تعریف کن چی شد؟ ما هر سال منم پنجشنبه جمعه به جا بریم تا جنگل یا دینجی هر جای مریم. ما که مریم به تفریح
ما تا حالا چه اتفاق بر ما نفسیده ما جاها خود داشتیم در حال عوض کردن بودیم افته بود غذا خو همه خورده بود این بچه ها سه تا دیده بودن ما دوتا ما سینا بخشنده بی پوش بودیم ندیده ما از اینا درتر رفتیم اینا هر اتفاق بوده بود افتیده بود اینا دو تا پرن آبی بودن همقدر ما رفتن با مرز که رسیدن سر تو با ما رده اینا کردیم دیدن 4-5 تا شدن اون مرده خودی بود ازغره گشت از ازغر اومد به ازغر و رفت داخل چاش ما ندیدیم و بعد رفتیم سرچا هر چی نگاه کردیم اینا چیزی نبود ماشین چقدر بود؟ ماشین ازغر از اون شاسی بلنده 1 متر این پاسکا اینا داره خب ما بدر رفتیم ترسیدیم از اینا بدر رفتن خود رفیقا خود گفتیم اینا درگیر شده رفیقا ما گفتیم ما منیم ماشین رو برمیدیم شما خود اینا درگیر شد اینا درگیر شدن ما به محض در ماشین رو بکنیم اینا ظاهر شدن جلو به ما زدن میخواد ماشینشو خواستیم برداری؟ بله این 2 نفر جلومو ظاهر شدن دو رفیق ما و ادریس جلالی و سینا بخشنده ردی ما اومدن که خودنا درگیر شن جلالی از پشت چاقو نزد گردن افتید او برداشت گذاشت روی سر از اونجا ما ترسیدیم داشتم به دم رفتیم آقا شما همه سنه رو دیدین همه شما گردنش قد بشه اینا؟ بله تو هم دیدی؟ ما داشتیم به دم رفتیم اینا خود ماشین سوار ماشین میدن ردی ما کردن ما این چی شده بودیم که چرخاخ و وسایلاخ همه گذاشته بودیم این گروه اینا که وسایلاخ نخورده بودن نه که بابا خود درست کرده بودن ما به در رفتیم چرخاخ و همه گذاشته بودیم اینا به در رفتیم زنگ زدم به یه گوشی داشتم زنگ زدم به مامان بابا خود اومدن تا اونا دیدن گم شدن بشت مچرخیدیم وسایلاخ اینا جمع کردیم اینا رفتن جا وسایلا اینا دیدم تا اینا خالیه و دیدم هرچه گشتیم انگار نه انگار هیچی نبود و ردا ماشینی نبودن و ردا پایینا او چه شکلی بودن؟ پیرمرده سرش دق بود یعنی کچل بود ها؟ کچل بود پیرزنه موهاش بافیده بود تا سر پاش بود پیرزنه که بافیده بود موهای تا سر پایی تروی حالت که مسوزت تروها وجود بود دایره سیاه مرتکه کله تاس بود و گوشا روبا داشت و گوش اده ما از اونجا ترسیدیم بدن الان ما هم دیگه درگیر هم شدیم دعوا هم کردیم با اونا بله ما درگیر شدیم 2 بار ما گرفتن و ما 0 زدن و دارا هم هست نشون بده ببینم چجوری شد این رد بخاره چی؟ بخار ناخون خب ناخون دیگه چی؟ اینجا خلقت زد اینجا عصای کچ دوش زدن الان دایره سیاه ازغری بود الان خورد شده کم شده خب آقا این سنگ به من پایی آقا ما خب فرد کنه آقا سنگ زدیم با سنگ زده اینجا نه؟ اینجا رد سنگ پا اینا زدن درست اینا که خود چاقون اینا هم رفتن حتی سیخ کبابی هم زدن ازی برو بدن من انگار نه کی سیخ کباب زده؟ این تا فرار بزرگتر بشد تا این خود سوار چه خوب در رفت سنگ زد اینجا پا خب تو بگو با سیخ کباب زدی توضیح بده یه بار خوده آقا ما مثلا از دفاع کنیم خود سیخ کباب بزدی اون خود پلخمون هم زد همینجا پا و همینجا شکم با سیخ کباب زدی چی شد؟ آقا مثلا از دفاع کنیم اون خود با سیخ کباب زدی بزرگتر شده یا نه؟ بزرگتر شده پیرزنه خود تلفن زد اینجا پا زخمی که و شکم پخون کشید موقعی آقا ما دعوا کردیم این مصطفی اومد از فرار کنه دیدیم و روی حمله کردن ما حمله کردیم چاونا بده یعنی کلا اینا کو زدن وردیشی هم بزغشتن این شو موقع پا اینا ما زدیم دست و مکشیدن این میشو همون موقع ترسیدیم کو در رفتیم یعنی هر کلهشو قطع می‌کرد دوباره کلهش وصل می‌شد پاشو قطع کردی پاش وصل شد قد نکردن زخمی کشو این شو شما قشنگ دیدی این صحنه رو همه دیدی قشنگ بله همه شما دیدین همه رد پاش این رد اسب بود و سم اسب خیلی خوب درست الان ردایی هست و ما دیدیم جوونا نوزیدن الان
به صحبت کنم. خوراکی ها اینا هم خوردم. تعریف کن. آقا ما اول همینجوری داشتیم کباب می‌خوردیم، ما استخوان کباب وفردم کردیم. اونا آمدن ماشین خود پشت پارک کردن، ماشین حداقل 1 متر بود پارک کردن، استخوان هم نشون کباب مشو بخورد. آقا ما بترسیدیم از اونجا بترسیدیم، رفتیم جای گروه دیگه. آقا که همه خدا رو چه بنترسید، خب اینا خور به این گروه دیگه هم نشون دادن. آقا هم اینا آقا نوشابه خور که فراموش کرده. آقا اینا آقا عمدن سر نوشابه از وسط ببریده بودن، بلد نبودن وا کنه. آقا یک جاده هست بین علی آباد و حسن آباد، قدیم از این جاده رفتم به حسن آباد. آقا از همون جاده ما ترسیدم ولی بر بیان و طلقمون مثل حیوان ما زدن. زبون کسی هم بند اومده اینجا که خب صحبت کن. چجوری زبون بند اومده؟ صحبت کن. یک لحظه اینا زبونی گرفتن نمیتونست حرف بزنن، ما وقت رسیدیم خونه خیلی ترسید. کسی قش کرده مثلا یا نه اینجا؟ قش نه، رضا تارم ترسیده بود تا ماشین برای رضا افتید. آقا اصلا هم داشتم مثل کلت و قمه و چاقو و اینا. خب استفاده نکردم از این. آقا فقط یک تیر خود کلت بزد از همینجا رضا تارم، از اینجی رضا تارم چورین. آقا چه شکلی دیدیم؟ چه شکلی آقا دیدیم؟ 4 تا بودن آقا، 2 تا کتوله بودن، 2 تا یک پیرزن و یک مرد. کلا همه 4 تا بود، همه شما 4 تا دیدیم. بله. شما دیدیم؟ آقا ما 2 تا دیدیم، ما 4 تا بود، 2 ماشین بود، هر 2 نفر تا یک ماشینه. او 2 نفر رفتن، 2 نفر رو دبا کردن. خب چجوری وقتی که بزرگان روستانه چجوری فرار کردن؟ آقا وقتی دیدن آقا سایه اینا تفتر آمده سایه هم وقت سرعت مگرفت زمین بود، وقت سرعت مگرفت از زمین کندمش و سرعت نور مرا خودگوشی ها اینا زوم کردن و عکس گرفتن، اینا نفتیده بود. او بنده خدا تا گوشی هست. چی عکس؟ مهدی سلمانی. عکس چی هست؟ فیلم گرفته ولی تا فیلم نفتیده. یعنی شما میدیدیم با فیلم وارد میکنین دیده نمیشد؟ نه. خب چجوری گفتی ضربه میزنه بزرگتر میشه؟ تعریف کن. بله آقا ما آمدیم همین سیخ کباب به شکم کرد. آقا او بزرگتر میشد. آقا دوستی با شکم کرد. آقا اول یک بار زنی قطی اغزا بود، باز یک بار دیگه زنی اغزا چون باز آخر آقا هم اغزا رو شد. خیلی بود آقا اونا این رفیقا دیگه آقا دلستر و نوشابه خود فراموش کردن. آقا اینا آمدن هنچی وسط سر دلستر و سر نوشابه برزده بودن و خورده بودن، نصف نوشابه همونجا به زمین ریخته بود. به محل حادثه اومدیم اینجا هم که رد پای همون موجود عجیب الخلقه است که دارن توضیح میدن. نه این کلیکی نه پاش کنیدش. از همین صبح داشتم رفتم بالا خورتشم نوشابه مرز خاک کردن خاطر هوا گرم بود که یخشه. آقا اینا همینجوری مار که دیدن عمدن و دست بزدن این نوشابه رو وسط وا کردن. کسی دیدی این نوشابه دستش بزنه؟ بله اما از زیر آقا دست رو همون دیدن نوشابه از وسط واش بردش بود. همینجا بود دقیقا همینجا ما اولین بار کجا دیدی تو؟ اولین بار ما کباب خودمون درست کنه زیر این طرف بودی. اونجا الو هیزمام هست اونجا درست کردیم، اونجا وقت درست کنیم رفتیم دقیقا همینجور. بله رفتیم زیر اتاق بخورده، اینجا افتار شد رفتیم زیر اتاق دیگه. اینجا افتار شد ما رفتیم اونجا دیدیم پیران آبین نصری برفت تا چو از همون جا دیگه ما بترسید وسطه بالا توپه. ما اول اون سر بالا توپه یک کم توپه پایتر بره. ما اونا رو زیر ایتاق که اینجا افتار سایه بود اونا دیده زیر ایتاق. بله 2 نفر دارن کله کشک میکشن، ماشین پشت اتاق بلنده بود. بله وا شده ها فرد میکرده وقت برفتم تا به فرد میکرده که برو نخوره.
آخرش همه جور خود داخل چه؟ ها اینجا سبدیم دوستیم آقا احمد جا ما دیدیم که یک بار دیدیم یک پیرزنی موهای تا سر پایین آمد دیدیم می تفنگش زد بیخ گوش رضا ترم نچو بعد خود پلخون زد به دست حبیب خورد اون باز ما رفتیم با گروه دیگه گفتیم بیم بریم که این چی زنه که هست اونا باور نکرده اونا داشتن کباب خودن اونا باور نکرده ما گفتیم بیم بریم اونا بنا آمده اونا که دیدن که زنه که پشت می طاقت بعد دیگه امروزه گفت اونا زنه که پشت طاقت بچه‌ها دیگه باور نکردن اونا اونجا رسیدن تا دیدن فرار کردیم همون فرار کردیم با دوباره آمدیم کتیله او بردید خود مصطفی سلمانی اونا کتیله دو بردیدیم بعد دیگه تا رفتیم که ببینیم کتیله دیگه قیب شد کتیله مگه که درگیر شدیم امیر رضا می سیخ زد و می ادریس جلالی با چاقو سر شد آقا چی بوده سرقت کنم بازم از سر خود بردش بتکل سر بفتی هم از سر خود این چه دستی تکل خود شما دیدی سرش برده سر؟ بله دیدی که شما دیدی؟ قشنگ سرش برده سرش شده سکته نگردی شما؟ ترسیده بودم آقا سنگ بیزیده آقا سنگ بی دستش هست تو سرشو که قطع کردن؟ ادریس جلالی الان نیست یه بار دیگه بگو چی دیدی؟ همین داشته فیلم میگرفتیم که مصاحبه می‌کردیم شما دیدی یه چیزی چی؟ بله یک چی بود قیافش توضیح بده؟ کله چیز بود کچل اینا چیز بود کپک زده اونا کجا دیدی؟ نشون بده کجا دیدی؟ والا اونجا والا کدوم؟ اونجا اونجا بله والا غیب شد؟ بله همین الان غیب شد دیدی ها؟ این مردم رفتن دیدی؟ بله خیلی خوب نترسیدی الان ترسیدی لازم؟ رفتم دو برادر چه گفتی میشه داشت خیلی خوب دوباره نگاه کن نمیاد دوباره دیگه نیست اسمش چی بود دیگه دیدی همونا بودن درسته نه این اسم جن ملکه چی بود یکی فاطمه یک رحیم این فاطمه یک رحیم همونا بودن که دفعه دیدی یا نه چیز دیگه بود بله مثل همونا خیلی خوب دست